گپ زد. صاحبین اکرامزاد شناختن این کس رو و گفتن که من جوان در همینجا در دانشگاه اینجا تحصیل میکنم. بعد ما در وقتی که در آنجا بودیم همین کس همراه ما بودن. یونیورسیتی پنجاب رفتیم، شعبه همون فارسی هم رفتیم. خب بعد خانه همه یک شخصی رفتیم همراه ما این جالب به خاطر نیست. خانه شخص رفتیم که در خانه شخصی خودش بود، در بیرق تاجیکستان و بیرق پاکستان زده ماندگی بود. اونجا بود من رئیس جمعیت دوستی تاجیکستان و پاکستان هستم. خب از اون وقت که اسمشون که اومدن من اسپرانت من بودم، من تا حاضر شاگرد من هستم، بسیار کارا از این خاطر من میگم فکر میکنم بیشتر نه از اون که من این چیزا رو بسیار میدانم، به خاطر یک احترامی به استادشون خبر بودم. خب اینجا آن چیزی که صدا داد قریب هر یک خلاصه کردن و موضوعی گفتن این مورد بحث قرار گرفتهش میکنه. و بعد از همه آخر همین چیز اول همین جا گفتن که نسبت همون گیمی پاکستان گفتن که به زبان فارسی است. حافظ جالندهری خودشون زبان فارسی بسیار خوب میدونن. دو شعر بعد از اینجا آمدن برگشتن دو شعر نوشتن، یکی نامش رودکی است، دیگرش نامش تاجیکستان. و همه خلق اگر مثل که اگر ندانید که حافظ جالندهری این از جالندهری پاکستان است و فکر میکنید که یک تاجیکی شاعر تاجیکی همین اصلی همین چیز را نوشته است. از این خاطر وقتی کنکورس برای گیمنی برای سوره دولتی پاکستان شد قریب 1200 نفر اشتراک کردند. 1200 متن همین سرود پیشنهاد شد و از بین همه همین ها متنی نوشته حافظ جالندهری گذاشت و اینجا حافظ جالندهری تا وقت این متن را نوشت بعد در سالهای 30 سالش 1900 است. در سالهای 30 یک کتاب نوشت شاهنامه اسلام که از 4 جلد عبارت است. این شاهنامه اسلام بیرونامش را چنان مشهور کرد که در تمام مملکت‌های مسلمان و از جمله پاکستان و نهایت شخصی معتبر مشهور شد و قبول کردن همین چیز شعری که باید داده است و اون 1200 شعر دیگری که بود که اونجا البته زیادتر کلمه‌های هندی و انگلیسی و هندی و سانسکریت بود همین گذشت. لیکن این معنی آن را ندارد که زبانی مثلا این زبان تاجیکی است. من در این موضوع نوشتم، یک مقاله نوشتم، چند جا چاپ شده، به زبان انگلیسی هم چاپ شده، به فرانسه هم چاپ شده. این مقاله این تاثیر زبان فارسی در نقش زبان فارسی در پیدا شدن زبان اردو. برای همین اکنون اینجا با خب این سوال با جواب شما که همش تاجیکی است، یک سطرش به اردو است. این است که کلمه هایی که به زبان اردو داخل شده اند، به زبان اردو داخل شده اند، اون تلفظ تاجیکی خود را گم کردن و اصلا تلفظ خودشان قطعی میشه. بعد بسیار وقت که مثلا آی ما را ا میگویند او را دیگر میگن، همین یعنی دیگرگونی های فنی کی شده است. خب لیکن با وجود آمدن زبان اردو که زبان امروزی دولتی پاکستان است، خودش این جوانترین زبان میباشد در همین در هندوستان که خودش آثارخانه زبان ها هست، ولی به زودی بسیار طرفداران پیدا کرد، مشهور شد. اگر یک چیز دیگر باز همینجا مورد استفاده همین دیروز یک جای شد با ما دو معلم اومد دو سال روی هر دوشون مسلمان است از هندوستان، سیب سیاه هستند، یعنی سیب سیاهی که میگیم هم بعد سوال پیدا شد، سوال اومدن که چرا این همین مسلمان های پاکستان سفید و مسلمان های هندوستان این سیاه، مسلمان هایی که در هندوستان های در جهان از لحاظ مسلمان در جای دوم میسازد، بس از این نیست. اکنون ببینید این مسلمان ها دو طریقه شدند. یک طریقه به سر فرض کردیم به طور زوری، طریقه دیگرش این است که در هندوستان بسیار خدایی است و بسیار کسته ها است. 4 کسته اساسی است، 2000 کسته زیر کسته است. همین کسته ها حق ندارند که آن چیزی که از روی عادتشون و دینشون با کسته های بالایی است با همراه شوند. حتی در یک مسجد در یک عبادتخانه رفته اینها حق ندارند که در نزد خدای مراجعت کنند که پسرش به سلامتی کرد، خودش را بخت کرد یا یک مشکل کشا ندارند. از این خاطر وقتی اونها فهمیدن که خود
دین اسلام یک خدایی بوده است و همه در نزد برابر بوده است و هیچ کس نبوده است. اینها مسلمانی را خودشان در روال نیست میگویند اختیارا قبول کردند. واسه بنگلادش رو میگیرید یک بودیم سفید نمیابید. همه از همین هندوهایی که در بنگال بودن بنگال تقسیم شد. تقسیم شد بنگال انگلیسی سال 1960 شروع کرده بودند. اکنون نسبت دیگه که پاکستان در اینجا صدا داد که پاکستان تشکیل کننده تاجیکان بودند. تشکیل کننده پاکستان انگلیس ها هستند. این را نقض باید مدونیم. رزیله یه است. آنها بیخواستند که با در طبیعت نگاه دارند. راه های با طبیعت نگاه داشتن یکش همین است که پارچه کردن است که حاضر این سیاست هنوز ببینید که رفته شد به خاطر روسیه رفته ایستاده است. انا این خیلی شد مسلمان ها هستند. من خودشون جواب دادم. تاجیکان هستن رفتند لیکن در بین 100 سالها گذشته 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال گذشته است. آنها اکنون تاجیکی خود را گم کردند. فقط هم قدر مانده است که میدونند که تاجیک هستند. از اولاد به اولاد آمده است. زبان تاجیکی را نمیدانند. من این خودشون جواب نشه میپرسم یگان تاجیک را دیدشم در اونجا. بابا خانه رفتن گشتم کتاب با خانه برام گشت در تاجیکان جهان. در اونجا همین چیزها به اون مدت زیاد رفته بودند دیدن. یعنی که تاجیک میگن خودشون افتخار دارند. ولی این چیز رو کاملا عادت‌هاش حد نمانده است. عادت‌هایی که این تاجیک میگن چون که مجبور هستن برای مهدی محلی همراهش دیگر. برای همین وقتی که پاکستان تقسیم شد به هندوستان به 3 قسم و 2 قسم به پاکستان غربی و پاکستان شرقی، همین کسانی که همین فرض کردیم که به مسلمان‌های و تاجیکان نزدیک هستند همشون پاکستانی غربی ماندند. چهرهشون سفید است، قامتشون بلندتر است و همه کارهای اساسی را همین خودشون گرفتن و نسبت بنگال پاکستان شرقی در واقع میشه یک مسلمان که باید نگویم یعنی بسیار از نظری پس نگاه کردن. از این خاطر مجبور همون سالی 1971 این شورش بردارد و این پاکستان رو بنگلادش رو جدا کرد، دولت علیحده کرد و بدبختانه همین خاطر باز همین هم دست خارجی آمد که بیچاره در همون در قصر خودش تمام اولادش خاطر پراندن و نیست کردن فقط دو تا شرش ما در خارج چیز مانده. این سختی ها بسیار هست.